مزامیر باب 5. مرا در طریق درست خود رهبری فرما. برای سالار سرایندگان با همراهی سازهای بادی. مزمور داوود. آه ای خداوند، به سخنانم گوش فراده و ناله‌ام را ملاحظه فرما. ای پادشاهم و ای خدایم، به صدای فریادم توجه کن، زیرا به تو دعا می کنم. خداوندا، صبحگاهان صدای مرا می شنوی، بامدادان استدعایم را به حضورت می آرایم و انتظار می کشم. تو خدایی نیستی که از شرارت لذت ببری. بدی نزد تو مهمان نتواند شد. خودستایان در برابر دیدگانت نتوانند ایستاد. تو از همه بدکاران نفرت می‌کنی. تو دروغگویان را هلاک می‌سازی. خداوند از اشخاص خونریز و فریبکار کراهت دارد. اما من از کثرت محبت تو به خانه‌ات در خواهم آمد و در حیرت از تو به سوی معبد مقدست پرستش خواهم کرد. خداوندا، به سبب دشمنانم مرا در طریق درست خود رهبری فرما و راه خود را پیش روی من راست گردان. زیرا که حقیقت بر زبانشان نیست و در باطنشان تباهی است و بس. گلویشان گوری است گشاده و زبان خود را چرب می کنند. خدایا، ایشان را تقصیرکار بشمار. باشد که به سبب مشورت‌های خود بیفتند. به سبب کثرت نافرمانی‌هایشان دورشان افکن، زیرا که بر تو شوریدند. اما آنان که به تو پناه می آورند جملگی شادمان می شوند و جاودانه بانگ شادی برآورند. زیر سایه خود محفوظشان بدار تا دوستداران نام تو در تو وجد کنند. زیرا تو خداوندا پارسایان را برکت می دهی و آنان را با لطف خود چون سپر احاطه می کنی. آمین.